پروژه کتیزن یکی از اون 3 تا بازی بود که تلگرام تو سمیناری که هفته پیش با سخنرانی پاول دروف یعنی مدیر عامل خودش برگزار کرد به نمایش گذاشت تا متوجه بشیم که از نظر اعتبار و همچنین خب پشتیبانی تو جایگاه خوبی قرار داره. واسه همین تو این ویدیو به سراغ بررسی این پروژه اومدیم و میخوایم ببینیم که آیا ارزش بازی کردن و وقت گذاشتن برای به دست آوردن ایردراپ های توکن هاشو داره یا نه. اصلا منتظر لیست شدنش تو صرافی‌ها باشیم، قیمت احتمالی و حالا جایگاهش تو مارکت کجا میتونه باشه. همچون 2 تا پروژه قبلی یعنی نات کوین و تپ سواب که براتون چند روز پیش بررسی کردم و میتونید لینکش هم از بالای صفحه ببینید. قصدم آموزش بازی کتیزن یا رفرال گیری براش نیست، بلکه صرفاً میخوام اطلاعات پروژه رو به زبان خیلی ساده به شما بگم تا اگه کتیزن و داشتن دیتای کافی پیش از بازی کردن و حتی در حین اون براتون مهمه با چشمهای بازتر کار رو ادامه بدید. کتیزن بر وزن سیتیزنه، یعنی گربه‌ای که میخواد مثل یک شهروند باشه. اگرچه خود بازی چندان چنین چیزی رو نشون نمیده و بیشتر بر پایه حمایت از گربه ها تو یک بازی خیلی ساده بنا گذاشته شده. اما خب تو مقایسه با نات کوین و تپ سواب بازی نسبتا پیچیده‌تریه و در واقع یه مینی گیم محسوب میشه که برای انجامش باید از بات تلگرامی خارج بشید. این بازی روی 2 تا شبکه تون و مانتل که لایه دوم اتریومه بالا اومده و به صورت مجزا روی هر کدوم قابلیت بازی کردن داره. حالا بیاید ابتدا آمار جامعه کتیزن رو با همدیگه یه مروری بکنیم. کتیزن از 7 مارس یعنی 51 روز پیش در نسخه اولیه خودش ران شد. در حال حاضر کانال تلگرامیش حدود 877,000 تا عضو داره که شاید در مقایسه با نات کوین و حتی تپ سواب خب چندان زیاد به نظر نرسه. تعداد اعضای توییترش هم 437,000 نفره که عدد نسبتا خوبی به حساب میاد. طبق آماری که سازنده اعلام کرده تا الان نزدیک به 3.9 میلیون نفر تو بات این بازی مشغول به فعالیت بودن که 734,000 نفر از اونا به صورت روزانه اقدام به بازی میکنن. از این تعداد یوزرهای آنچین نزدیک به 408,000 نفرن که 4.3 میلیون ترانزکشن رو هم ثبت کردن. جالبه بدونید که کتیزن کلی مینی گیم دیگه هم داره که 13 تای اونا رو میتونید الان بازی کنید و 25 تای دیگهش در حال توسعه است که کم کم آماده میشن. البته فوکوس اصلی روی کتیزن هست و باقی ظاهرا بیشتر جنبه سرگرمی دارن. مطالعه وایت پیپر یک پروژه اولین قدم در شناخت دقیق اون محسوب میشه. کتیزن دارای یک وایت پیپر 21 صفحه‌ایه که در اولین توضیحات خودش حالا با استفاده از یک سری کلمات مثل وب 3، گیم فای، هوش مصنوعی و متاورس میخواد نشون بده که چه فناوری‌های زیاد و حتی بروزی داره. شاید تو وهله نخست استفاده از این همه ترند روز جالب به نظر برسه، اما خب به شخصه این مدل از وایت پیپر رو بیشتر هیاهویی برای هیچ میدونم. مثلا استفاده از AI یا همون هوش مصنوعی واقعا کاربرد چندان موثری در چنین مدل بازی نداره. اما خب چون الان ترند مارکته یه جورایی سعی کردن نوعی در وایت پیپر جاش بدن تا مثلا بگم ما هم مدرنیم. یا متاورس که دیگه از اون تب و تاب اولیه افتاده، واقعا گزینه لازمی برای یک بازی تو این سبک هم نیست. در واقع همون گیم فای بیشترین کاربرد رو برای کتیزن میتونه داشته باشه که قرار حالا منتج به درآمدزایی هم برای شما بشه. در وایت پیپر نوشته که هوش مصنوعی کاری میکنه که رفتار و شخصیت گربه ها با یکدیگه متفاوت باشه، اونها رو تا حد ممکن شبیه به حیوانات واقعی بکنه. در صورتی که اگه بازی رو انجام داده باشین به قدری ساده و مبتدیانه است که کسی اصلا به فکر شکل دادن شخصیت این گربه‌ها که دائما باید ارتقاشون بدین نمیفته.
البته تو رودمپ یا همون نقشه راه کتیزن نوشته شده که در 3 ماهه دوم سال 2025 قراره که گربه‌های هوش مصنوعی راه اندازی بشن و این هوش مصنوعی قاعدتا برای اون زمانه. اما اینکه یه گربه کاملا مجازی چه جذابیتی داره که حالا با استفاده از AI و AR بخوان اون رو به یک ارزش افزوده تبدیل کنن، امریه که خب بس صبر کرد تا شاید تو اون زمان ببینیم که چطور در میاد. اما مهمترین قسمت تو رودمپ کتیزن رو باید در همون بخش‌های نخستش جستجو کرد، جایی که تقریبا میشه خیلی زود عیار کار تیم سازنده رو سنجید. طبق اعلام کتیزن بایستی تو 3 ماهه دوم سال میلادی جاری که الان هم داخلشیم، تقریبا میشه گفت 2 ماه هم تا پایانش مونده، توکن بازی تو بسیاری از صرافی‌های بین‌المللی لیست بشه. در واقع تحقق یا عدم تحقق همین قسمت به خوبی میتونه باقی مسیر رو روشن کنه که چقدر میشه حالا روی پروژه کتیزن اصلا امید داشت. طبق اعلام کتیزن 1 میلیارد توکن که فعلا اسم کتی دارن قراره که عرضه بشه. از این تعداد 35% یعنی 350 میلیون عدد از طریق اکوسیستم که شامل ایردراپ به کاربران و دیولپر هاست توزیع میشن. در واقع همین بخشی که وقت خودتون رو برای بازی کردن میگذارید در نهایت شامل 350 میلیون کتی میشه. 20% وارد خزانه میشه و 20% هم متعلق به تیم سازنده است. باقی مونده یعنی 25% دیگه هم که در 4 تا پارت 12 و 8 و 3 و 2% به استراتژی سید، لیکویدیتی و مشاورات تعلق میگیره که خب هیچ توضیح خاصی هم درباره اینا داده نشده که چه کاربرد دقیقی واسه سیستم داره. حالا برگردیم به سراغ اون 350 میلیون واحدی که قرار از طریق ایردراپ بین کاربرا توزیع بشه. در حال حاضر تنها کاری که شما میتونید بکنید اینه که دائما گربه های داخل بازی رو لول اپ کنید و احتمالا تو زمان توزیع توکن ها بسته به اینکه گربه ها رو تا چه لولی بالا برده باشین توکن خواهید گرفت. همچنین یه واحد پولی به نام فیش هم تو بازی وجود داره که مقدار اونم خب میتونه عامل تعیین کننده دیگه تو توزیع توکن ها باشه، اما خب هنوز دستور عمل دقیقی به صورت رسمی از سوی سازنده مبنی بر نحوه این توزیع اعلام نشده و فعلا فقط باید بازی کنی، حالا به امید اینکه شاید چیزی تو انتها از اون در بیاد. جالبه در بازی یک بخش به عنوان استیک کردن گربه هم وجود داره که میتونید گربه‌های خودتون رو اونجا استیک کنید، اما خب واسه حضور به گربه‌ای با حداقل لول 110 نیازه. چیزی اگه تا حالا کتیزن رو بازی کرده باشین متوجه میشین چه سنگ بزرگی برای نزدنه، یا حداقل واسه به دست آوردنش باید کلی هزینه کنید و با خریدن فیش و سکه گربه رو لول اپ کنید یا به قدری وقت بذارید که به قیمت سوختن گوشی و در اومدن چشماتون به چنین لولایی برسید. با کمی دقت در موارد گفته شده میتونیم مزایا و معایبی رو برای این بازی در نظر بگیریم. مزیت اول تعداد اعضا و بازیکن‌های نسبتا خوبیه که کتیزن تونسته در طی این مدت حالا 50 روز واسه خودش دست و پا کنه. مزیت دوم ساپورت مناسب و اعتباریه که تلگرام بهش بخشیده. مزیت سوم رایگان بودن و به نوعی ریسک پایینش واسه بازیکناشه. مزیت چهارم هم اعلام لیست شدن سریعش تو صرافی است که باید نهایت تا 2 ماه آینده بهش دست پیدا کنه. اما معایبش چطور؟ اولیش به نظرم بازی نچندان جذاب بشه که پس از مدتی تکراری میشه، واسه رسیدن به لول‌های بالا سرعتش هم کند و حسابی خسته کننده است. دومیش هم وایت پیپر نچندان کاربردی و به نوعی شعار زدشه که تو اون ایده چندان خاصی رو هم نمیشه پیدا کرد که آدم حالا واسه آیندهش به وجد بیاره. حتی بعضی جاهاش بیشتر شبیه به پیشتک واسه جذب اسپانسر تا یک وایت پیپر واقعی. سومیش هم شفاف نبودن پروژه به خصوص در بخش توکنومیک و نحوه توزیع توکناست که مشخص نیست اصلا بر چه اساس و حجمی در کدام بازه زمانی قرار بین کاربرا توزیع بشه. طبق اعلام سازنده 1 میلیارد واحد قراره که حد نهایت عرضه برای توکن های کتی باشه.
شاید با توجه به معایب و مزایایی که گفتیم در بین 100 تا و حتی 200 تا کوین اول مارکت هم نشه اون رو به راحتی جای داد و شاید جایگاهی که بتونه بهش برسه در حد میم کوینی مثل بیبی دوج باشه که روزگاری واسه خودش دبدبه و کپکپه‌ای داشت، اما الان با مارکت کپی حدود 300 میلیون دلار تو جایگاه 232 مارکت قرار گرفته. با این حساب ارزش حدودی هر توکن از کتی در حدود 30 سنت میشه. از اونجایی هم که قرار 350 میلیون توکن از طریق ایردراپ توزیع بشه، با فرض اینکه تعداد کاربرش هم از نزدیک به 4 میلیون نفر فعلی تا 2 برابر و نهایت 8 میلیون نفر برسن، میانگین عدد توزیع برای هر فرد 43.75 کتی میشه که ارزش اون رو به رقم 13 دلار و 12 سنت بالغ میکنه. عددی که قاعدتا هیچ جذابیت خاصی نداره مگه اینکه یه بازیکن فعال باشی تا در بین حداقل چند هزار نفر اول بازی قرار بگیرید و چند برابر این عدد رو بتونید به دست بیارید. حالا با این تفاسیر باید پرسید که آیا اصلا خوبه که کتیزن رو همچنان بازی کنیم؟ تو جواب ابتدا باید توجه کرد که لیست شدن در صرافی‌ها، اونم در تایم اعلامی، برگ برنده اصلی برای پروژه به حساب میاد که حالا اگه نتونم به اون برسن به شخص دیگه امیدی ندارم این پروژه به سرانجام چندان خاصی برسه. همین الانم وقت گذاشتن زیاد روش رو چندان توصیه نمیکنم، چون بر اساس مدل بازی به نظر میرسه بجز یک عده خیلی خاص اکثریت حتی به توکن های چندان زیادی هم دست پیدا نکنن تا این همه زمان برای بازی کردنش رو بخواد توجیه پذیر کنه. ممنونم که تو این ویدیو با من همراه بودی.